گفتن آیا از تفسیر و تقریرهای حیاتی نصابی استفاده کنیم؟ نظرتان چیست؟ نه خیر. یعنی یک شخصی بوده که چی نبوده، منهجی نبوده. منهجی به این معنا که یعنی مباحثی که توضیح میداده برای یک منهج درست و صحیحی نبوده. که از هر جا، از هر کتاب، هر چی میدیده نقل میکرده، صحیح و ضعیف. این در اصطلاح اهل علم حاطب باللیل میگن، کسی که شب هیزم جمع میکنه. شب هیزم جمع کنه، نفر میبینی که هیزم هم جمع کرده، میبینی که چالول هم به جای هیزم جمع کرده. به این خاطر به حرفای اعتماد دیگه نمیتونید بکنید.